بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حلقه 12 سیرت النبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم و در این حلقه و در حلقات آینده آن چند موضوع بسیار مهمی که در مکه مکرمه قبل از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وقوع پیوسته اونا را بیان میکنیم که در مقدمه آنها بدعت است که اهل مکه او را در موسم حج برای خود ایجاد کردند، یعنی مخالف تعلیم حضرت ابراهیم علیه السلام که در حج گذاشته بود و مردم او را عملی میکردن. اینا یک چیز جدید را ایجاد کردن. و همچنان موضوع چند تن از یکتا پرستانی که تا هنوز هم در ملت ابراهیمی بودند و اونا را هم ذکر میکنیم، نامایشانه و احوالشانه و امرای مردم چی برخورد میکردن به این ترتیب. و در مرحله اخیر و سوم درباره حادثه بسیار بزرگی که در مکه مکرمه قبل از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وقوع پیوست که عبارت از حادثه فیل است، او را انشاءالله برایتان بیان میکنیم. اما قبل از همه درباره بدعت اهل مکه، درباره بدعت قریشیان صحبت را آغاز میکنیم و میبینیم که اینا به می کارشان به نام حمسی ها اینا مشهور شدن و اصل فکری از اینا همی بود که ما چون اهل مکه هستیم و چون ما قریش هستیم و ما را خداوند تعالی برگزیده، نباید مانند دیگران، مانند دیگه کسایی که در حج به عرفات میرن، ما باید به عرفات نریم و ما باید از خاک حرم دور نشیم. خداوند تعالی ما را برای پاسبانی مکه مکرمه و حرم مکی آفریده. پس اگر ما مکه را ترک بگوییم و به عرفات بریم، مانند ای که ما پاسبانی مکه را ترک کردیم و این یک بی حرمتی است. و در عین زمان ما قریش هستیم، ما برتر از دیگران هستیم، ما باید کارهایی که دیگران میکنه ما باید نکنیم و تنها رفتن ما تا مزدلفه کفایت میکنه. این یک منطق بسیار پوچ و ناروایی بودن که اینا در بین خود فیصله کردن و این را هر سال عملی میکردن. این فیصله اولشان بود. فیصله اول که باید در عرفات نریم و این رکن از ارکان حج که حضرت ابراهیم علیه السلام او را عملی کرده بود باید ما عملی نکنیم و خود را از تمام حجاج کرده بهتر و خوبتر می دانستند و به این حرفای پوچ می خواستند که رفتن خدا نه یک دلیل بیارن به نزد مردم که ما قریش هستیم و ما بهتر هستیم و ما نباید این کار بکنیم. فیصله دومش اینیست که هنگامی که اینا احرام بسته میکنن، امی اهل قریش یا حمسی ها نباید دوغ و قرود بسازن و یا از ماست روغن بگیرن. این چیزایی است که بالای خود حرام کرده بودند، حرام قرار داده بودند و این کارا را عملی نمی کردند. و همچنان فیصله سیومشان امی بود که باید از خیمه های پشمی خودداری کنند و در زیر خیمه پشمی باید خواب نکنند، یا زیر سایه بنشینند یا به زیر خیمه های چرمی. چهارم از این فیصله از اینا همی بود که مردمایی که از خارج به قصد حج میان
باید از خوراکهای از اونا باید استفاده نشن و خوراکهای از اونا را اهل حرم باید نخورن. و فیصله پنجمشان امی بود که کسایی که از بیرون میاین باید به لباسهای مخصوص حمسی ها باید طواف و حج باید بکنن و اگر چنین لباس ها رو یا پیدا کردن نمیتونن یا باید که به شکل عریان و یا برهنه در گرد خانه کعبه اینا طواف بکنن. و این قوانین و دساتیری بود که اینا وضع کردن هم برای خود و هم برای کسایی که از بیرون اینا می آمدن و می خواستن که حج بکنن. اما زمانی که اسلام ظهور کرد تماما این بدعت ها را به کلی حرام قرار داد و قریش را از این عادت بسیار بد و نادرست مانع شد. و امی بود که یک حدیث شریف است از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قریش و کسانی که از ایشان متابعت می کردند در مزدلفه استاد می شدند و سایر عرب ها در عرفات استاد می شدند. زمانی که اسلام ظهور کرد خداوند پیامبر خود را امر فرمود تا در عرفات استاد شوند و پس از آن با همه یک جا به سوی مزدلفه حرکت کنند. خداوند متعال در این باره این آیه کریمه را نازل فرمود: ثم افیضوا من حیث افاد الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. سوره بقره آیت 199. پس از همان جا که مردم روانه می شوند شما هم روانه شوید و از خداوند طلب مغفرت کنید که خداوند مغفرت کننده و مهربان است. خداوند تعالی در این آیه مبارکه قریش را دستور واضح می دهد که مانند مردم به عرفات یک جا بروند و یک جا با آنها روانه مزدلفه می شوند. امام فخر الرازی یکی از مفسرین بزرگ اسلام در تفسیر از این آیت نوشته کرده که اکثریت بر این باورند که این آیت کریمه برای قریش و هم پیمانانشان یعنی حمسی ها نازل گردیده، زیرا اینها همه در موسم حج از مزدلفه پیش نمی رفتند، یعنی وقوف عرفات را ترک می گفتند و دلیل‌های در این باره چنین ارائه می‌کردند: یک، حرم مکان مقدس است، پس وقوف در زمین حرم بهتر و اولاتر می باشد. دوم، خود را از همه بهتر می شمردند و می گفتند ما اهل الله هستیم، پس حرم خدا را ترک نمی گوییم. سوم، اگر ایشان به این باور می شدند که وقوف در عرفات درست است و وقوف نباید در حرم صورت بگیرد، این باور در حقیقت از شأن حرم میکاست که این کمی و نقص برای خودشان هم مضر واقع میشد. پس به این اساس اهل حمص فقط در مزدلفه که داخل زمین حرم است استاد میشدند. خداوند تبارک و تعالی در این باره آیه کریمه را نازل فرمود و ایشان را امر فرمود تا وقوف عرفات را ترک ندهند و از آنجا مانند دیگران حرکت کنند. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت